قاعده 141 وضعیت محشر یا میدان حشر بفهمیم. مقداد رضی الله تعالی عنه میگه که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، مقداد میگه که من شنیدم از رسول الله صلی الله علیه و سلم، حدیث صحیح مسلم است، تدن الشمس یوم القیامت من الخلق، میگه آفتاب به مخلوقات نزدیک میشه در روز قیامت، حتی تکون منهم که مقدار میل، آفتاب قدر نزدیک میشه مثل به اندازه 1 میل. قال سلیم بن عامر الراوی عن المقداد، میگی گفت فوالله ما ادری، گفت ما ولا نمیفهمم. راوی گفت که ما یعنی بالمیل، منظور از میل چی است؟ اما مسافت الارض، آیا مسافت زمین است؟ زمین است. ام المیل الذي تكتحل به العین، یا میل است، میل چوب است. ما شما میل چوب میگیم، نه که چشم ها توسط از او چی میشه؟ سرما میشه. میگه من نمیفهم که منظورشون میلی که زمین میل میشه، 1 میل 2 میل 3 میل میگن، یا میل چوب است. والله اعلم. فیکون الناس على قدر اعمالهم فی العرق، پس انسان ها به اندازه اعمالشان در عرق غرق می باشه. فمنهم من یکون الی کعبیه، بعضی ها تا بجولک های خود در عرق غرق می باشه. و منهم من یکون الی رکبتیه، بعضی ها تا زانوهایش. و منهم من یکون الی حقویه، و بعضی کسا تا اینمی حقویه، همین بین کمر و همین چیز هم میگن، همین قسمت های گرده اینجا کسی، یعنی تا این قسمت ها سینه تختیس. و منهم من یلجمه العرق الجاما، بعضی کسای دیگه است که عرق اینا را مثل لگام در دان اسب که میپرتن، طبیعی اندازه چی میباشه. و اشار رسول الله صلی الله علیه و بیده الی فیه، رسول الله صلی الله علیه و دست خود به طرف دهان خود اشاره کرد. یعنی بعضی کسا تا این قسمت در عرق غرق میباشند. رواه مسلم.